و همچه کسی رفت از این دنیا. چه جور از این دنیا رفت؟ اگر کسی میخواهد بفهمد نمونهش اینه. گفت یا رسول الله لقد ترجعت الودیعه و اخذت الرهینه و اخلصت الزهرا. امانتی را که کسی میگیره، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این ودیعه‌ای بود که از پیغمبر گرفت، اما نگفت برگردوندم، گفت یا رسول الله برگردونده شد. هرچه هست در این صیغه های مجهوله. و اخذت الرهینه، اون جمله‌ای که کمر شکنه، گفت و اخلصت الزهرا، زهرا ربوده شد. جایی از بدنت شکسته شده، اگر استخوان انگشت بشکنه چه حالی دارید؟ حالا اگر استخوان سینه بشکنه وقتی استخوان سینه نفس نمیشه، 95 روز 3 روز بعد از پیغمبر استخوان سینه شکست. 90 روز هر نفسی جون داد، نه یک مردنه، در هر نفسی جون دادنه. وقتی آمد کنار بستر پیغمبر، سنی و شیعه نوشتند چه جور آمد با اون مشی که مشی پیغمبر بود، با اون حال آمد. اما وقتی به پیغمبر تحویل داد کان کل خیال، یعنی بدنی نبود، شبحی بود. گفت یا رسول الله فاستخبرها الحال، خودت از او استخبار کن، خودت از او سوال کن. خواست بگوید یا رسول، اون چه کشید به من هم نگفت، تو خودت از او بپرس که بر او چه گذشت. ستنبئک ابنتک،
در این جمله فکر کنید، حق فاطمیه را ادا کنید. ای مردم ایران، ای کسانی که رهین منت بعثت پیغمبرید، چه سنی چه شیعه، همه باید اجر رسالت رو بدن. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. روز سوم جمادی الثانیه برای این که اجر رسالت داده بشه، به اقرب به خاتم انبیا اظهار مودت بشه، باید مملکت یک پارچه یا زهرا بشه. در مقابل اون جنازه‌ای که نیمه شب اون جور زیر خاک رفت، باید اون روز هر کس دل به علی ابن ابی طالب داره، اون چه در توان داره انجام بده. این وظیفه شاعر فاطمیه است. تضعیف شاعر فاطمیه تضعیف مذهب، سبک شمردن شهادت صدیقه کبری، استخفاف به امیرالمؤمنین، کوتاهی تقصیر به حق خاتم النبیین، خاتمه کلام، صاحب عصر، ولی وقت، امام زمان از شما انتظار داره که برای اون بازوی ورم کرده، اون پهلوی شکسته، اون قبر مخفی، اون جنازه نیمه شب دفن شده، اون چه در قدرت دارید کار کنید.